بیایم با هم دیگه ببینیم این پاییز زمستون چه کفشایی باید بپوشیم. یکی از کفشایی که سالهای پیشم مد بود و هنوزم مد هستش، بوتایی که بالاهاشون حالت گشاد وای میسته، زیر زانو میاد و یه خورده چین میخوره، با دامن، پیرن و حتی جینای تنگ اونا رو استایلشون بکنیم. ترند دیگه ای که من خیلی دوستش دارم همین کفشای بالریناهامون هستش که اصلا از دستشون خلاص نشین. امسال هنوزم مده. رنگایی که خیلی امسال مده آلبالویی، قهوه‌ای، مشکی، توسیه و آلیو مثل رنگ سبز تیره. میتونی سعی کنین که این کفشا رو تو این رنگ‌ها بخرید. میتونه چرم باشه یا میتونه جیر باشه، چون امسال جیر خیلی مده. حالا یه کفشایی که از طریق بالریناها معروف شدن بهش میگن اسنیکرینا. یه چیزی بین بالریناها و اسنیکرز هستش، یعنی هم حالت کتونی داره و هم حالت کفش عروسکی داره. مطمئنا خیلی راحته و من تو پای خیلی‌ها میبینم که تو نیویورک میپوشن. یه ترند دیگه که امسال ازش قراره خیلی زیاد ببینیم بوت‌های وسترن هستن. بوت‌های وسترن از بوت‌های کاوبویی یه خورده ملایم‌تر هستن. هم میتونه بلند باشه، هم میتونه کوتاه باشه، نوکای تیزی دارن. خب اینم جزء ترنداییه که امسال قراره خیلی زیاد ببینیم. ترند بعدی کفشای کلاکس هستش. به نظر بعضیا خیلی این کفشا جالبه، ترندیه، خیلی هم راحته برای راههای طولانی. بعضیا زیاد از این مدل کفشا خوششون نمیاد. ولی خب برند بریکنستاک خیلی توی این کفشا حرف اولو میزنه و اینکه امسال این مدل کفشا خیلی ترندی هستش. ترند جالب دیگه امسال پوستای حیوان روی کفش هستش. دارم میبینم که خیلی زیاد دارن از پوست گاو استفاده میکنن، لکای بزرگ سفید و مشکی یا قهوه‌ای و سفید روی حتی کتونیا و به نظر من این خیلی خیلی ترند جالبیه امسال، به خاطر اینکه با ساده ترین رنگامیزی توی تیپتون میتونین با این همچین کتونی خیلی تیپتون رو الیویت کنین. یه ترند دیگه جالب امسالم بوت‌ها یا کفشایی هستش که به قول خودمون تختخی دارن و این سالیان سال قبل‌ها مد بود، مثلا روی کمربندها، ولی دارن دوباره برمیگردن که نگاه می‌کنیم مثلا بوت‌ها و کفش‌ها روشون پونزای نقره‌ای و طلایی دارن و اینم به نظر من خیلی جالبه چون روی کیف‌ها هم دارن می‌بینن. ترند بعدی امسالم کفشای لوفرز هست. کفشای لوفرز همون آکسفوردی قدیم، بعضی‌هاشون یه بند کوچیک دارن، خیلی کفشای ساده و شیکی هستن و خیلی راحت میشه باهاشون استایل کرد. رنگ‌های مثل رنگ‌هایی که امسال خیلی مده، قهوه‌ای، تیره، زرشکی، میشه باهاشون تیپ‌های قشنگی درست کرد. و اما ترند آخر بوت‌های کلاسیک داره دوباره مد میشه. این بوت‌ها خیلی ساده هستن و خیلی شبیه بوتایی هستش که خیلی قدیمی ما میپوشیدیم، ولی داره دوباره مد میشه و خیلی انتخاب راحت و سیفی هستش که باهاش استایل بکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و امیدوارم واقعا به دردتون بخوره. حالا اگه دوست داشتین و نظر و عقیده داشتین در مورد اینکه درباره چه ترندهای دیگه میتونیم صحبت بکنیم، حتما برام کامنت بذارید.